اقدام به هدف فراهمسازی فرصت اصلاح و بازگشت سالم زندانیان به جامعه بر اساس فرمان امیرالمومنین حفظه الله 70 تن از محبوسین در ولایت غزنی از بند رها و در حبس 111 تن زندانی دیگر نیز تخفیف داده شده است. په دې کې 14 کسان 14 زنانه په دغه هغه کې په عفو کې شامل دي او هغه ازاديږي بخیر سره او د اطفالو هم دي ماشومان هغه هم پکې شته دي او لویان نارینه بندیان چې دي هغه هم پکې شته دي. در همین حال محبوسین رها شده با ابراز خرسندی از این اقدام میگویند که زندان جای اصلاح است و از دیگر شهروندان میخواهند که از انجام جرایم خودداری نموده و در راستای تأمین نظم و امنیت جامعه تلاش نمایند. 1 سال میشه در محبس غزنی هستم. اینجا چیزهای خیلی زیاد یاد گرفتیم. شخصا جانیم حساب خطاطی یاد گرفتیم، قرآن شریف تلاوت کردیم، چیزهای خیلی خوب اینجا آموختیم. از پرسنل از دولت اسلامی امارات اسلامی افغانستان بسیار زیاد خوش هستیم. خواست ما از مردم هم هستیم که جرم نکنین، خاطر که امارات اسلامی حقوق الله را سرسنجانی میکنه انشاءالله او الله متعال همه گره هدایت کنه. به گفته مسئولین زندان غزنی در حال حاضر حدود 650 تن به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در این زندان در حبس به سر میبرند. آنان می‌افزایند که این افراد به اتهام جرایم گوناگون بازداشت شده و دوسیه‌های آن تحت بررسی و پیگیری قرار دارد.